خوش اومدید به ویدیو دیگه. امروز قراره با هم دیگه بریم یه جایی درست کنیم که بتونیم ویلجر رو نگهداری کنیم و باشون ترید کنیم. شما اگه این الگویی که من استفاده میکنم و استفاده کنین، هر چند تا میخواین میتونین از اینو درست کنین، داخلش ویلجر بذارین. و اگرم دنیو سرور بازی میکنین، باید یه دونه ریل بذارین و دوتای عقبش رو خالی کنین و بندازین داخلش و بعدش پشتش رو پر کنین. تو آباد کوچیک‌تر درستش کردم تا وقت ویدیو طولانی نشه، ولی شما هر چقدر میخواین میتونین درست کنین. بعد جلوشون هم لکتن بذارین. حالا وقتش یه سقف پر کنین که برای من خیلی کوتاهه و شما میتونین بلندتر درستش کنین. یه سر به چنلم بزن. بدرود.